سلام دوستان، من صدرام. امروز اومدم بهتون چند تا کامند جالب و اسمای نیم تگ بگم تا بتونید چند تا کار جالب انجام بدید. امیدوارم بتونید لذت ببرید. خب، اولین کامندی که میخوام بهتون نشون بدم کامند اسلش ودره. کامند اسلش ودر موقعی استفاده میشه که ما بخوایم برای مثال هوا رو بارونی کنیم یا طوفانی کنیم یا بخوایم هوا رو کامل صاف کنیم. الان هوا صاف همونطور که میبینید. بخوام بارونیش کنم اسلش ودر رین رو میزنم. بعد اینجا دوریشن میتونید بزنید مثلا یک عدد، هر عدد میخواید بزنید. بعد اون ازتون زمان میگیره. این دی ثانیه است، نم تایم. مثلا من یه دی میزنم. الان برای یک روز ماینکرافت قرار بارون بیاد. اگه هم بخوام هوا خیلی راحت صاف بشه، دوباره کامند اسلش ودر رو میزنم و کلیر میزنم این دفعه و الان بارون بند میاد همونطوری که میبینید. بعد کامند بعدی که میخوام بهتون نشون بدم کامند اسلش گیوه. کامند اسلش گیو میتونه به هر پلیر یا انتیتی که توی محوطتون هست داده بشه. من خودم رو میزنم. بعد اینجا میتونید هر آیتم مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید تا به شخص مورد نظر بدید. الان من مثلا آیتم هایی که توی ماینکرافت سروایوال نمیشه گرفت، میتونه به خودتون یه دونه کامند بلاک بدید که کامندهای جالبی بزنید برای خودتون یا قانونهای سطح کنید. کامند بعدی که میخوام بهتون نشون بدم کامند اسلش اینچنت. اسلش انچنت میتونه آیتم مورد نظر رو براتون انچنت بکنه. الان برای مثال من بخوام این چست پلیتم رو انچنت بکنم، اسلش انچنت رو میزنیم، کرنت انتیتی رو میزنید که چیزی که دستتونه رو انچنت بکنه. بعد اینجا اسم انچنت مورد نظرتون رو بنویسید، مثلا پروتکشن رو من بنویسم. بعد اینجا لول ازتون میخواد بعد از اسپیسش رو بزنید. من بخوام مثلا پروتکشن 3 بزنم روی. همونطور که میبینید این چند پروتکشن 3 رو به آرمور من داد. الان هم اگه بخوام برای مثلا یه سوردم رو بخوام این چند بکنم، میتونم روش مثلا اگه بخوام شارپنس بزنم، شارپنس رو میزنیم با لول 4. میبینید که شارپنس لول 4 رو به سورد من داد. یه کامند قشنگی دیگه هم که هست کامند اسلش گیم موده. اسلش گیم مود میتونه گیم مود رو برای شخص مورد نظر یا خودتون عوض بکنه. برای مثال اسلش گیم مود رو که بزنید، بعد اسپیس رو بزنید، 4 تا گیم مود مختلف براتون میاد: ادونچر، کریتیو، اسپکتاتور، سروایوال رو که بزنید همون ماینکرافت نرماله و میتونید به صورت نرمال بازی کنید. اگه اسلش گیم مود کریتیو رو بزنید، اسلش گیم مود کریتیو، وارد کریتیو میشید و میتونید کارهای خلاقانه ساخت و ساز هر کاری دوست دارید انجام بدید. اگر بخواید به صورت مونتاژ ویدیویی بسازید، میتونید اسلش گیم مود اسپکتور رو بزنید که به صورت یک روح‌تور پرواز میکنید و همه چی رو میبینید. که اگر بخواید ساده تر این کار رو انجام بدید و هر سری نخواهید یک کامند رو بزنید، توی دکمه F3 رو نگه دارید و F4 رو بزنید. بعد F3 رو موقعی که نگه داشتید هر بار F4 رو بزنید گیم مودتون عوض میشه. برای اینم که بخواید انتخابش کنید کافی F4 رو دیگه ول کنید. کامند بعدی خیلی نه، برای کامند نیست، برای آیتم انویل. اگه پیداش بکنم، بعد آیتم انویل براش استفاده میشه تا این چند تا یا اسمای خاص رو به چیزا بده. برای اینکه بخوایم اسم رو چیزی بذاریم میتونیم از آیتم نیم تگ استفاده بکنیم. الان اگر ما یک نیم تگ رو داخل انویل بگذاریم و اسم اون رو بذاریم جب آندرلاین، بعد این نیم تگ رو برداریم، اگر بیایم روی یک عدد گوسفند بزنیم، گوسفندمون به صورت رنگین کمانی رنگاش عوض میشه. این به دلیل اینه که جب یکی از کارمندایی که توی موجنگ کار میکنه و خواسته ایسترک داخل گیم بذاره. برای اسم بعدی نیم تگمون اگه بیایم نیم تگ رو بگیریم دستمون و اسممون رو عوض بکنیم به دینر بون که الان من عوض کردم، بعد آن رو روی هر مابی بزنیم، الان این اسب، میبینیم که ماب برعکس میشه. اینم یه ایسترک دیگه است که موجنگ تونسته توی بازی بذاره و خیلی جالبه اگه بخواید استفاده بکنیم.
و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و بعدم میبینمتون. خداحافظ.